هموطنان عزیز، از جایی که اسمش پیداست لبنیات چوپان یک مزه و ذائقه خاصی داره. خواستم از هموطنان عزیزی است که بیان از این لبنیات اینها استفاده کنند. 100% خالص و طبیعی است. و یک از محصول دیگر هم براتون در معرفی میگیرم که به نام آیسکپ است که محصول بخش است و تولیدش هم اینها میکنه. اینها بیشتر در مورد از این محصول برای بینندگان عزیز ما معلومات میده و راجع به مفیدیت و خوبی‌های از این محصول. این مجون اگه دقیقاً من خواست اگه اسمتون کوتاه بگوین. اسم خالد است. بسیار خالد جان عزیز، اگه در قسمت از این محصولتان آیسکپ است معلومات بتین برای هموطنان عزیز ما که برای چی مفید است که امروز شما محصول ساختید. این مجون که است مجون طبیعی است. 4 ترکیب است، نزدیک 28 دقیقه میکس طبیعی است. عسل کویی داره، مغزباب است، دانه باب و یونانی. آرامش اعصاب، استرس. بیرا خودتون تولید میکنین؟ روزانه چقدر تولید داره؟ ما روزانه این هفته از دیگه روزانه باز ما چطور از فروشاتون دی بخش؟ فروشاتش بسیار خوب است، مردم راضی است. روزانه یک پاشو با کدام در امراض خوب است؟ با آرامش اعصاب، با حافظه، کسایی که ورزش میکنن پیش هستن یک قاشق غذاخوری خورده میشه. کسایی که استرس داره 100% نتیجه گرفتن. کاملا طبیعی است. از لحاظ کارکردش دیگه ضمانتی است. نگفتن نمونه هموطنان عزیز و برای کسایی که ورزش میکنن شما هم از این آیسکپ از این استفاده کنین و این محصولات هم 100% طبیعی است و این با آرامش اعصاب و استرس است. از شما هم تقاضای مایی است که از این محصول حتما استفاده کنین. هموطنان عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه دیگر که ما در خدمت شما حضور قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم.